قرار است امروز دور دوم مذاکرات صلح هیات‌های اوکراین و روسیه صورت بگیرد. با نوشته رسانه‌های دولتی روسیه، هیئت رسمی کشور شام 1 میلیون به فرودگاه استانبول رسید تا در گفت و شنید شرکت کند. عین زمان بر اساس فرمان رئیس جمهوری اوکراین، هیئت این کشور را باید رستم اومروف وزیر دفاع رهبری کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات گفتگوها در استانبول پرسیدم. اوکراین در این دور مذاکرات ظاهراً موقع قوی‌تری خواهد داشت، چون نیروهای آن در یک حمله بی سابقه با استفاده از پهپادها چندین هواپیمای جنگی روسیه را نابود و یا ویران کردند. پهپادها را در ماشین‌های چوبکشی پنهانی به نزدیکی پایگاه‌های نظامی رسانده و سپس از آنجا حمله بردند. خدمات امنیتی اوکراین ادعا کرد که در حمله روز 1 میلیون 40 هواپیمای جنگی روسیه را زدند. ولادیمیر زلنسکی نتیجه حمله را فوق‌العاده درخشان نامید و گفت که طرح‌ریزی این عملیات 1.5 سال را در بر گرفته است. با وجود عزم مذاکرات، به گفته کارشناسان، اختلافات دو طرف روسیه و اوکراین بسیار عمیق است و امکان رسیدن به سازش هم ناچیز میماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 30 می گفت که حکومت روسیه تمام کار را میکند که مذاکرات پیشنهادی صلح هیچ ثمری ندهد. پیشتر از این در حمله‌های هوایی روسیه به شهرهای خارکوف و کیف 10 نفر زخم برداشتند و بناهای استقامتی و انشاءات معمولی زیاده آسیب دیدند. سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا در این مذاکرات نمایندگان کشورهای دیگر هم حضور خواهند داشت و یا هیچ پیشنهادی برای ختم جنگ در میان گذاشته می شود؟ کیت کلاک، فرستاده خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ملاقات استانبول در ترکیه شرکت می کنند. روسیه گفته است که در مذاکرات یادداشت حسن تفاهم درباره شرط و شرایط صلح را پیشنهاد می کند. اوکراین هم گفت که آماده شرکت در مذاکرات است، ولی باید پیشنهادهای روسیه برای پایان دادن به جنگ را اول ببیند. در طرح پیشنهادی اوکراین در مذاکرات که خبرگزاری‌ها بعد تازگی نشر کردند از جمله آمده است حکومت اوکراین پیشنهادی کشوری بی‌طرف را قبول ندارد و حق دارد که عضو ناتو یا اتحادیه اروپا باشد. روسیه می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد و نباید عضو ناتو بشود، شرطی که ولادیمیر زلنسکی قبول ندارد. یک پیشنهاد دیگری اوکراین تبادل تمام اسیران جنگی است و هم به گفته اوکراین بحث سر قلمروها باید فقط بعد قطع جنگ صورت بگیرد. تشکر از طاهر سفر. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در سامانه آزادی ارگ بخوانید.